یک آدم فقیر از شخص ثروتمند پرسید: من اگر در خانه ات بمیرم با جسد بی جان من چی کار خواهی کرد؟ شخص ثروتمند گفت: تو را کفن می دهم و به خاک می سپارم. این شخص فقیر گفت: الان که من زنده هستم به من لباس بده که برتن کنم، بعد از آن که مردم مرا بدون کفن به خاک سپار. برادران عزیز، این داستان یکی از داستان‌های بسیاری ما و شما است. وقتی که ما زنده هستیم به قدر یکدیگر نمی‌رسیم. بعد از آن که وفات کردیم برای خیر و خدایی ما و شما بین دوستان و نزدیکانمان دعوا می شود. دوستان عزیز، بیایید قدر یکدیگر را بدانیم. در زندگی یک شخص بزرگ در جنازه شخصی بود و بعد از نماز جنازه رفتند به قبرستان و این شخص را دفن کردند. بعد از دفن کردن این بزرگ نزد قبر این شخص ایستاد و گفت: من یک سوال دارم از شما. اگر همین شخص را الله به دنیا برگرداند شما چی فکر دارید؟ این شخص چی کار خواهد کرد؟ مردم گفتند: غیر از نیکوکاری و عبادت الله دیگر هیچ کار نخواهد کرد. این بزرگ گفت: این شخص همه فرصت‌ها را از دست داده است. اکنون شما که این فرصت‌ها را دارید غنیمت دانسته روید مشغول کارهای نیک و عبادت الله شوید. برادران عزیز، این نوار را نشر کنید، زیرا اینکه سخنان خوب را برای دیگران رسانیدن صدقه جاریه است. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.